الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مسئله پوشیدن لباس سرخ، البته در این مسئله علما اختلاف کرده اند. خیلی که خود برادران از این مسئله آگاه هستند یا بسیار انسان ها از این مسئله باخبرند. در این مسئله علمای اسلام متقدمین و متأخرین، یعنی علماهایی که در اول اسلام بودند تا امروز، به 7 قول و بعضی از علما به 8 قول ذکر میکنند که اختلاف شده است. امام ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری 7 قول را، یعنی 7 سخن را در مسئله پوشیدن لباس سرخ ذکر میکنند. لیکن این 7 قول در به 3 قسم تقسیم می شود: منع، جایز و مکروه، و البته 4 قول هم وجود دارد. جایز در حالتی که لباس سرخ، رنگ سرخ با رنگ سیاه و سفید و آمیخته باشد، ما میگیم هر رنگ لباس هر رنگ باشد، الا بلا باشد. یا اما منعش میگند لباس سرخ بحت باشد، یعنی لباس سرخ خالص باشد، این من میکنه. یعنی 4 سخن است. اصلا نگرید در همین مسئله 4 قول وجود دارد. یک گروه علما میگن که پوشیدن لباس سرخ همیشه در همه حالت حرام است، فرقی ندارد که کمتر سرخ باشد یا که زیاد سرخ باشد. و یک قسم از علما میگن که پوشیدن لباس سرخ اباحت است و تمام حدیثایی که در این باب اومده است برای حرام بودنش ضعیف است. و سوم علما میگن که پوشیدنش مکروه است، به مانند ابن عباس، به مانند ابن حجر اسقلانی، به مانند امام شاکانی و دیگران میگن که پوشیدنش مکروه است، اما در خانه به خاطر خواب رفتن، لباس خواب یا لباس کار استفاده کردن ممکن است. و 4 قسم علما میگن که فرق دارد. اگر لباس سرخ سرخ باشد، سرخ یگون دیگر رنگ همراه نباشد، فقط سرخ خالص باشد، شیم، کرته، فرق ندارد دیگر لباس، این حرام است، جایز نیست. اما اگر سرخی که آمیخته باشد، به مانند اینکه یک رخت سرخ، یک رخت سفید، یک رخت سبز، یگون آمیخته، یعنی لباسی که کمتر سرخی دارد دیگر رنگ هم دارد، اینا پوشیدنش میگن جایز است. بارک الله فیکم. ما در شرح کتاب زاد المعاد ابن حجر اسقلانی در لباس پیامبر صلی الله علیه و آله اعتقاد یا که قبول کرده و مذهب ابن القیم جوزی را ذکر کردیم و همین را قبول کردیم که پوشیدن لباس سرخ بحت، سرخ خالص حرام است. یعنی پوشیدن لباس سرخ خالص حرام است. و برادران به همین سخن ما اعراض گرفتن، گفتن که سخن این برادر ضعیف است. البته ما میگیم که برادر سخن ضعیف نیست. برای چی؟ برای اینکه در این مسئله حدیث وجود دارد. ما به شما حدیث اول میگیم. حدیث اول که برای حرام بودن لباس سرخ خالص ما در نظر داریم، سرخ سبز و آمیختن سرخ سرخ باشد. یکم حدیثی که در این مسئله گفته میشد حدیث برای ابن عازب رضی الله عنه که در متفق علیه اومده است. بخاری و مسلم روایت میکنن که میگن نهانا النبی صلی الله علیه و سلم عن المياثر الفراش مياثر الحمر، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را از میثار و میاثر سرخ من کردند. میثار سرخ چی گفتن؟ فراش سرخ، یعنی کورپه و کورپچه سرخی که بالاش میشینید. علما همین هم میگن که از وقتی که کورپه و کورپچه مثلا سرخی که بالاش میشینید پیامبر صلی الله علیه و آله از این چیز من کرده باشن، این دلالت به چی میکند؟ این چنین به لباس میکند. و بعضی از علما گفتن که این چنین این دلالت به دیگر سرخ، مثلا اسب زینتونه، اسب دارید زینش سرخ کنید بالاش بشینید، یا کورپچه سرخ کنید بالاش بشینید، سرخ خالص باشد، سرخچه سفید نباشد، یا لباس سرخ باشد، حرام است. میگن ان من دلیل میبرن. حدیثی متفق علیه. امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری 5392 حدیث به روایت میکنه. و این چنین از ابن عباس روایت شده است که امام البانی رحمت الله علیه صحیحش سند میگن، صحیحش یعنی سندش صحیح میدونن. حدیث اومده است این است که ان ابن عباس قال نهیت عن الثوب الاحمر. ابن عباس میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا که ما از پوشیدن لباس سرخ من شدیم و از انگشترین طلا، عموما دیگر چیزا میگن، لیکن در درونش نهیت عن ثوب الاحمر، از پوشیدن لباس سرخ من شدیم، که این رو امام نسائی در کتاب سنن نسائی ذکر میکنن. انمین حدیث امام البانی رحمت الله علیه میگن که صحیح الاسناد، اسنادش صحیح هست برادر عزیزم. برای همون صحیح سنن البانی ببینید
صحیح سنن البانی یعنی که صحیح سنن نسائی با تصحیح البانی وجود دارد. یعنی دو تا حدیث اومد، یکیش متفق علیه که معناش این، دویمش که از ابن عباس اومده است 100% آشکار بیان کرده است که از لباس سرخ ما از پوشیدنش منع شدیم، که امام البانی هم اینه چی کردن؟ البته در این باب حدیث های دیگر هست، حدیث های دیگر زیاد هم است، ضعیف است، لیکن ضعیفی بعضش سخت هم نیست. ما حجت به ذکر کردن حدیث ضعیف نداریم. هر دو این حدیث یکیش متفق علیه است، یکیش نسائی با اومده است، سنن نسائی با اومده است که امام البانی رحمت الله علیه صحیح گفته است. و بعد از این ما چی میگیم؟ بعد از این حدیث گفتن ما با نمیگیم که تمام نمود سرخ حرام است، ما میگیم که سرخ خالص حرام است. اما اگر سرخی که مثلا یک شیم پوشیده، یک کرته پوشیده، یک وجب سرخی دارد یا دو وجب سرخی دارد، دو وجب سفیدی دارد، یعنی یک رنگ سرخ علا بلا دیگر رنگ آمیخته شده است، این هیچ کس هم حرام نمیگه، یعنی حرام مطلق این دیگر قول است. یک رنگ سرخشان بعضی علما حرام میکنن، لیکن این نیست. بعد از این برادر عزیزم این اختلاف قدیم است، این اختلاف بینات قدیم است و علمایی که من میگم که اونها حرام میگن، همین مسئله، همین موضوع به همین علمایی که ما به همونها پیروی میکنیم، علمایی که از اونها درس گرفتیم، اینها کیایند؟ اولا شیخ علامه محدث معروف است، شیخ امام اهل سنت و الجماعه امام ابن القیم الجوزی در کتاب زاد المعاد ذکر کرده است. بعد از این امام دیگر علما هم این مسئله اقل شی مکروه گفته هستند، اما کسانی که حرام گفتند از علمای متأخرین که ما در مدینه منوره از اونها تعلیم گرفتیم و درس گرفتیم، بمانند شیخ ابن باز که از شاگرداشون از کتاباشون خوندیم و تعلیم گرفتیم، شیخ ابن عثیمین که حرام میگن، شیخ فوزان که ما رو بروش تیم درس گرفتیم خودشون میگن که حرام میگن. خودت در یوتیوب هم زنید، خودت در کتابو کشوید بینید، دلیلاشونو گوش کنید. و این چنین شیخ محسن العباد، شیخ عبدالرزاق ابن محسن العباد، عبدالرزاق البدر حرام میگن. شیخ بعد از این دیگر شیخ بمانند شیخ صالح آل شیخ، شیخ ابراهیم آل شیخ استاد ابن باز رحمه الله، شیخ تمام علمای محدثینی که در همون مدینه منوره دیدیم، از گذشتگیشون سر کردیم، کتابشون خوندیم تا امروزه زنده شونه، همه اوشون میگویند که لباس سرخ خالص اگر لباس سرخ باشد و یگان دیگر رنگ نداشته باشد حرام است. حتی فوزان حفظ الله میگن که حتی اگر تور سرخ پوشیدم حرام است میگن. فهمیدید؟ حتی اگر یک تور پوشید که سرخ باشد حرام است. اما میگن اگر سرخ به دیگر رنگ ها آمیخته باشد هیچی باکش نیست، جایز است پوشیدنش. به مانند عرب ها رومال میپوشند، رومال شماغ میگن، همین رومالش نبینید به نظر شما سرخ میتوبد، اما علما میگن که پوشیدنش جایز است. سببش چیست؟ برای اینکه این رومال توچکه سرخ دارد، توچکه سفید دارد، به نظر شما سرخ مینمد لیکن دیگر رنگش هم که هست. این علما حرام نگفتند. مقصد حرام گفتن ما در همون شرح زاد المعاد هم همین است که سرخ خالص باشد حرام است و مذهب ما هم همین است. البته علما هستند که میگن که نه این خیلی نیست، اما حدیثی که در امام بخاری آمده است که پیامبر باز همین برای ابن عزیب روایت میکنن که رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله مربوعا فی حله الحمراء ما رأیته احسن من صورة من ذلك. معنای حدیث همین است که پیامبر صلی الله علیه و آله من دیدم که به لباس حله الحمراء، حمراء معنای سرخ کت میگن. ابن القیم جوزی و علمایی که ما از اونها درس گرفتیم، همه اون علمای نموشه برده میگن که حله الحمراء معنایش حله یک نوم، حمراء یک نوم، یعنی دو لباس، لباس یمنی، لباسی که از ازار و از ریدو چی به وجود آمده است، لباسی که در برگرنده ریدو و ازار است. و حله الحمراء این لباس سرخ نیست میگن. پیامبر صلی الله علیه و آله لباس سرخ نپوشیدند. حله الحمراء این لباس نامش نام یمنی، این لباس از یمن میباد. این لباس میگن معروف بود یمنی ها که لباس سیاهی که رخت سرخ داشت، یعنی لباس زنگار بود که رخت سرخ داشت، لباس سیاهچه زنگاری که رخت سرخ داشت. حله الحمراء معناش میگن که یک لباسی که خیلی که برادر از حج برفتگی میدونند ایزار میپیچونید، از ناف پایین به میپیچونید. حضور اندونزیا یا که مالزی همجا برفته باشید به جای شیم و یا همین یوبکا یا کوفته میگن، همین یوبکای زن برین همین میپیچوند، حج جنده میپیچونید. همینه ابولاش کفتون به یک سچاق با این میگیرید، گیرون میگیرید، این ریدو میگن زبان عربی، ایزار و ریدو. انا نمیخیله میپوشیدند یا کرته قطعی ایزارش. علما میگن این لباس حله الحمراء که در صحیح بخاری اومده است لباس یمنی هست، لباس یمنی معروف است، نامش حله الحمراء است، اما رنگش حمرا نیست، میگن رنگش زنگار است، رختای چی دارد؟ سرخ دارد. و همین معنی میبرند و میگن که این دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه دادن که سرخ رنگ سرخ به دیگر رنگ‌های آمیخته پوشیدن جایز است، که ما هم این چیزا جایز میگیم. حدیث
که منع از حلة الحمراء اومده است، از رنگ سرخ اومده است، یا که جایز بودن رنگ سرخ انا این معنا جایز بودن آمیختش، یعنی رنگ سرخی که به دیگر رنگ ها آمیخته اومده است جایز است. در این حدیثی برای ابن عازب انا همین به دلالت میکنن میگن. البته این سخن کی میگه؟ اول ابن القیم جوزی میگه، دیگه تمام همین علمایی که من ذکر کردم همین گپ میگن، از همین علمایی که نموشنا ذکر کردیم و حجت به بیان به تکرار نیست. و ما یک قاعده عجیب داریم، علم اصول فقه به برادر اعظم قاعده عجیب داریم که البته اکثر آدم ها از این بیخبرند، بعضی طالب علم هم بیخبرند. قاعده همین است که اگر دو حدیث صحیح اومد به همدیگر زید برآمد، خیلی که همین مسئله لباس سرخ به در صحیح بخاری حدیث اومدگی برای ابن عازب روایت میکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله دیدم حلة الحمراء لباس گویا که سرخ کتی دیدم. و در دیگر حدیث باز برای ابن عازب خودش روایت میکنن، حدیث متفق علیه، همین برای ابن عازب دیگر حدیث روایت میکنن که خوشون زید حدیث اول میگن که نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم عن المياسل الحمر، حدیث متفق علیه، از کرپچه سرخ شیشتن بالاش به نمان میکنن علما اینا باچ میبرن لباس میبرن. یا که حدیث ابن عباس رضی الله عنه میگن که نهیتو عن الثوب الاحمر، سنن نسائی به مدگی امام البانی سدیش صحیح گفتگن، خیلی که به شما بیان کردیم بارک الله فیکم. سنن صحیح نسائی الصحیح به مدگی یکیش منع کرده ایستاده سرخ، یکیش اجازه داده است. در این حالت ما چیکار کردن ما در کار؟ یک قاعده داریم، قاعده مصطلح حدیث بکی اعمال الحدیث اولا من اهماله، حدیث قبول کرده عمل به درآور کار کنوندن بهتر از حدیث رد کردن است. یعنی دو تا حدیث صحیح بیاد ما یکش صحیح کرده دومیش رد کرده پس به حقمونی است پیش خودمون. البته این خیلی علما هستند، لیکن علما میگن که دو تا حدیث صحیح بیاد بهتر این است که هر دوش کار فرمایید، یکش ترک نکنید، هر دوش کار فرمایید. چه هر چه کار میفرمایید؟ یعنی بین یکدیگریش جمع کنید، هر دو دلیل جمع کنید، هر دو دلیل به نظر کنید و بعد از این چیوید جایز ناجایز گید. ما هر دو دلیل قبول میکنیم. دلیلی که برای ابن عازب در صحیح بخاری برای جایز بودن لباس سرخ میبرن اینا هم قبول میکنیم، و حدیث متفق علیه که باز برای ابن عازب برای من بودن لباس سرخ میبرن قبول میکنیم. و چخل میفهمونیم ما میگیم که حدیثی که من برای ابن عازب و ابن عباس در سنن نسائی صحیح البانی صحیح کردگی میبرند، این دلالت به چی است؟ دلالت به حرام بودن لباس سرخ میکند. و حدیثی که در امام بخاری برای ابن عازب روایت میکنند برای اجازت بودن لباس سرخ، این برای لباس سرخی که آمیخته به دیگر رنگ ها باشد، این افضل است. در این حالت ما هر دوی حدیث صحیح گرفتیم. در این حالت ما چی کردیم؟ هر دوی صحیح حدیث هم اجرا کردیم، برای اون که برای من بودن استفاده بردن سرخ و گفتیم حدیث صحیح اون دیگه است، خیلی که ما به شما سنداشو بیان کردیم. بارک الله فیکم. به همین اشکال نابود میشد، برطرف میشد و هر دوی حدیث هم عمل به میدارد. و همین سخن علماهایی که ما درس گرفتیم این چنین به ما تعلیم دادند، از ابن القیم جوزی و باقی مانده دیگر علمایی که ما نامشون همیشه ذکر کردیم. بارک الله فیکم. و اکثر علما در همین منهج هستند. اما این 7 قول و 8 قول هم اگر نظر کنید، قول یکم گفتیم حرام میگویند، قول دوم جایز میگویند، یا قول یکم اگر گویم که جایز هیچ باکنه پوشید میگویند، حلال میگویند، مباح میگن. 6 قول دیگر یکیش حرام گفت، 5 قول دیگر مکروه میگد برادر عزیزم. یعنی از همین 7 قول فقط یکیش جایز میگد، 6 قول ناجایز میگد. مکروه شدید میگن، مکروه برای چی؟ برای تشبیه بودن به کفر مکروه است میگن. بعضی هون برای اینکه شما زنا به خودتون منام میکنید مکروه است میگن، عجم به خودتون منام میکنید مکروه است میگن. یعنی بعضیشون میگن که این لباس کفار است مکروه میگن، بعضیشون میگن که این حرام است. یعنی 6 قول دلالت میکند که همین لباس پوشیدنش یکیش حرام است میگد، 5 قول دیگر مکروه شدید میگن. و بعضی از اصطلاح علما مکروه هاشون دلالت به تحریم میکند. مثلا امام احمد ابن حنبل وقتی که یک چیز مکروه من بعد میبینم من اکره ذلک، این دلالت به حرام بود. و در نزد ابن حنیفه مکروه تحریمی یا که مکروه شدید بیاد به معنای حرام میاد. برای من اصطلاح علما ما باید در این مسئله فهمیم. یعنی مکروه معناش همیشه مکروه هیچ گپ نه برادر عزیزم. مکروه در بسیار حالت در نزد علمای متقدمین، علمای اولیه اسلام، مکروه به معنای حرام میاد. یعنی اگر ما من باب احتیاط هم نظر کنیم، از 7 قول 6 قول برای من بودن لباس سرخ اومده شده است. برای همین کسانی که اعتقاد میکنن که پوشیدنش جایز است، برای اونها نصیحت من این که احتیاط کنید افضل است. اما عقیده ما این است که لباس سرخ خالص پوشیدن حرام است. خب خالص فقط سرخ باشد، اما اگر لباس سرخی که آمیخته شدگی باشد پوشیدن جایز است. همین هم نپوشید، از اختلاف برای دور شدن از باب تقوا افضل و بهتر است.
بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.